بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران الاسلام، نمازگزاران محترم، ولای هر مسلمان همیشه دو حالت هست، یکیش نعمت ها و دیگریش مصیبت ها. ولی ببینید امروز یکی از علوم و دانشمندان جمهوری تاجیکستان که در علوم دینی خیلی تألیف های زیادی دارند، خدا رحمتشون کند، صلات جنازه مرحوم عبدالشریف باقی‌زاده بعد از نمازی جمعه است. حالا این مصیبت هست، همیشه بالای هر انسان این دو حالت هست، نعمت ها و مصیبت ها. بنده مؤمن وقتی که در مصیبت ها شکرگزاری از نعمت ها میکند، پروردگار اون نعمتش رو دائمی میکند، برکت نعمتش رو همیشگی میکند. خداوند عزوجل خود میگوید ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر شما شکرانه نعمتهای من کردید، من برکت نعمتم رو برای شما دائمی و زیاده و بردوام میکنم. دانشمندان اسلام میگویند که میخواهید که هرگز نعمت از پیشت نرود، پس شکرانه اون نعمت رو بکنید تا اینکه همیشه اون نعمت با شما باشد. یا با عبارت دیگر میگویند که میخواهید که نعمتهایی رو که پروردگار برایتون داده است زنجیربند کنید، از خود کنید، هرگز از پیشتون نرود، پس شکرانه اون نعمتها رو بجا بیارید. بگید پروردگار رو شکرانت، شکرانه هدایتت، شکرانه ایمان، شکرانه اسلام، شکرانه قرآن، شکرانه وطن آرام، شکرانه وطن آرام، شکرانه اخوت و برادری و دوستی، شکرانه دوستهای خوب داشتن. این دوستی خوب داشتن یکی از بهترین نعمتهای الهی است. این همه نعمتها را وقتی که مسلمان شکر میگوید، خداوند عزوجل اون نعمتش رو برای این مسلمان شکرگزار بر دوام دائمی میکند، حتی اگر مؤمن فاسق هم باشد. حالا قرآن از حالت جهنمیان نقل میکند که اهل جهنم به جهنم و جنتیان به جنت میروند، در جنت سراغ دوستان میکنند، سراغ پدر، مادر، برادر، دیگر بعد سراغ دوستان میکنند. اهل جنت میگویند که پروردگار جنتت برای ما راحت نشد. در جواب میگه چرا؟ میگه فلان دوستی ما با ما نیست، همیشه با اون می نشستیم، صحبت میکردیم، از صحبت راحت و لذت میبردیم، حالا اون نیست. پروردگار جنتت برای ما راحت نشد. پروردگار به ملائکه های وابسته امر میکند، میگوید که بروید دوستم را از جهنم بیارید که حالا چقدر باید بسوزد. وقتی که دوستش کشیده برآورده میشود از جهنم، جهنمیان میپرسند که کی کسی این را شفاعت کرد؟ این باید با ما چقدر دیگر باز میبود، چی شد که این نجات یافت؟ میگن که این دوستی صالح داشتی، این دوستی صالحش سراغش کرد، پروردگار به سبب دوستی صالحش نجاتش داد. اهل جهنمیان در جواب چی میگویند؟ قرآن میگوید استعوذ بالله ما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. چرا ما هیچ شفاعتگر در اون دنیا در زندگی با انسان‌های نیک صالح دوستی نکردیم و یک دوستی صمیمی هم نداریم که سراغمون میکرد از این عذاب نجات میافتیم؟ این نعمت است. دوستی نیک داشتن نعمت است. تمام نعمت رو باید بنده مؤمن، خصوصا ولو کشوری آرام، کشوری آباد، تمام خوشی ها از این کشور آرام سرچشمه میگیرد و برای کشور آرام و برای کشور آزاد و برای کشور آباد هم میسزد که جان بدهی.
و درجه شهیدی میبری. برادران اهل اسلام، این حالتهای نعمت، حتی نعمت شکر، مؤمن باید بگوید که پروردگار شکرانت که شکرانت میکنم. اگر این فکر شکر را در ذهن تو پروردگار جای نکند، این شکر را نمیکنی. تمام. انسان های هستن میلیاردها نعمت ها دارند، تریلیاردها نعمت ها دارند، لیکن هیچ بیادشان نمیزند که چی نعمتی دارم. نعمت سلامتی، چشمهای بینا، پای روان، صحتی و سلامتی، آرامی و آبادی، این همه نعمت ها است، لیکن بیادش نمیزند. هیچ. همیشه در چی هست؟ شکایت. پروردگار را شکرانهش که شکرانهش میکنیم. برای همین دانشمندان اسلام میگویند که وقتی که استغفار گفتی، انیق بدان که پروردگار تو رو بخشیدنی هست که استغفار میگویی. اگر پروردگار تو رو بخشیدنی نباشد، در ذهنت به استغفار نمیآید. اگر پروردگار رو ذکر کردی، انیق بدان که پروردگار در ذکر و در فکر تو هست که تو ذکر میکنی پروردگارت رو. اگر پروردگار در فکر تو نباشد، تو پروردگار رو ذکر کرده نمیتوانی. اگر درود و صلوات گفتید، انیق بدانید که پروردگار شما رو دوست می‌دارد که شما درود و صلوات میگویید. اگر پروردگار دوست ندارد، شما صلوات نمیگویید. چرا پروردگار میگوید استعیذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اگر این صلوات رو گفتید، امید کنید که پروردگار شما رو دوست داشته است که صلوات گفتید. اگر پروردگار دوست ندارد، صلوات گفتن نمیتوانید. این نشانه دوست داشتن پروردگار است. این همه نعمت ها. این حالتی اول که همیشه بنده مؤمن شکرگزار باشد. الحمدلله. حالت دوم مصیبت ها. هیچ انسانی از مصیبت ها و از مشکلی ها و از سختی ها رهایی نمی‌یابد. حتی همون انسان هایی که صالح هستند و دوستی پروردگار هستند، باز همون ها زیادتر مصیبت ها و غم و اندوه و حزینی ها زیادتر می‌بینند. و خاطر چی؟ خاطر پروردگار دوست می‌دارد که بنده اش در همون روزی سختیش پروردگارم بگوید. پروردگار دوست می‌دارد که اون دوستش در سختیش هم، در وزنینی هایش هم چی بگوید؟ پروردگارم. وقتی که بنده مؤمن در این مصیبت ها و وزنینی هایش پروردگار میگوید، پیامبر علیه السلام میگویند که و ان اصابك شیء فلا تقل لو انی فعلت كذا و كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. اگر بولد وزنینی مصیبت، حالا پدر، فرزندان مرحوم، نزدیکان مرحوم، دوستان مرحوم دملا، حالا یک دوستی خوبی هم از دست دادن، این خیلی برای دوست مصیبت وزنین است. از دیروز اکای حاجی غیور با فرزندانش و در تماس و خواهش که دملا را جنازه اشم رو من در کار نبودم، بعدی در کار نبودنم روزی اولی کاریم هست که اومدم. حاجی غیور یکی از دوستان و نزدیکان این دملا مرحوم بودن، همیشه پهلو در پهلو در همه حالت. از دیروز فرزندش و خودش و بر وقت امروز هم که جنازه دملا رو شما خودتون میگذرونید. من گفتم با دملا من دوستی نزدیکی داشتم، خیلی یکی از دوستانی نزدیکم هست و اعضای شورای علما هم هستن و در بعضی از کتاب فقه، خصوصا در فقه اسلامی هم که مطالعه و نظر و فکرهای داده بودم. همین است، همه به نوبت می رود، هیچ کس به نوبت نمی رود و هر کسی که رفت مجبور رفته است و هیچ کس به اختیار خود نرفته است. گاه می بینید که از آتش و از سیل و از تمام آفت نجات می یابد، هیچ کس باور نمی کند که از همینجا انسان زنده ماندگی هست. هم خیلی است یا نیست؟ لیکن می بینید که زنده می ماند. برای چی؟ به خاطری که حالا وقت تمام نشده است. تا وقت تمام نشود انسان نمی رود. لیکن در مصیبت
میگه اگر مصیبت بلایت آمد نگو اگر اینجا نمیرفتم این کار نمیشد، اونجا نمیرفت این کار نمیشد، با فلان نمیبود این کار نمیشد، دیگر نمیبود این کار نمیشد. نگوید، میگوید این اگر ها را شیطان برای شما وسواس میکند تا اینکه از اجر مصیبت، از اجر وزنینی و پاداش وزنینی شما را محروم کند. در مصیبت ها کاری نکنید که از اجر و پاداش مصیبت محروم شوید. پس چی بگوید؟ میگوید و این اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کذا و کذا ولكن قل، بگو قدر الله ما شاء فعل. هر چیزی که تقدیر الهی باشد همون شد. بیرون از تقدیر الهی هیچ چیزی به اراده پروردگار هیچ چیزی نمی شود. هر چیزی که می شود به تقدیر الهی است و تقدیر هم اختیاری نیست. تقدیر من و تقدیر شما و تقدیر دیگر ها اختیاری نیست. انسان تقدیرش رو انتخاب نمی کند. تقدیر مجبوری هست. حالا به تقدیر به خوشی‌هایش شکر گفتن و به وزنینی‌هایش صبر کردن و راضی شدن به تقدیر الهی، عوضش جنت است. پدر مادر اختیاری نیست، انتخابی نیست. فرزند انتخاب نمیکند پدر و مادر رو. هر چیزی رو که پروردگار مجبوری بالایت آوردگی هست، از طرف دیگر امکانیتت داده است که جنت از خود کنی. تقدیر اختیارت نداده، امکانیتت داده است که با نعمت‌هایش شکر و با مصیبت‌هایش صبر جنت رو از خود میکنی. پدر و مادر رو در اختیارت نداده است، در انتخاب تو نیست، داده است. خدمت پدر و مادر، دعای خیر و برکت پدر و مادر عوضش جنت است. جنت رو از خود میکنی. قصرهای در جنت برای خود میسازی با خدمت پدر و مادر. حتی فرزند انتخابی نیست که پدر و مادر بگوید که فرزندم چگونه باشد، قد و قامتش، دختر باشد پسر باشد، چه شکل داشته باشد، چه صورت داشته باشد. در اختیار انسان پدر و مادر نیست آمدن فرزند. لیکن تربیه فرزند عزت و برکت و سعادتی پدر و مادر در دنیا و آخرت است. از یک طرف اختیارت نمیدید، از طرف دیگر امکانیتت میدید تا اینکه از این نعمت یا از این مجبوری برای خودت قصرهای در جنت به دست بیاری. حالا وطن انتخابی نیست، وطن اختیاری نیست. چشم کشیدید جمهوری تاجیکستان، اگر کوشش کردید برای ناآرامیش، برای عداوت و دشمناگری و برای ضرر رسانیدن و برای فتنه و دیگر جهنم را از خود میکنید. جای جهنم است. همون وطنی که زاده شدی برای ناآرامی و برای بدبختی مردم و ملت، اگر سعی و تلاش کردی جای جهنم است. هیچ راه گریز نیست. لیکن اختیاری نیست. برای آبادی وطن، برای آرامی وطن، برای برادری شهروندان و استواری و مستحکمی آرامی آبادانی کشور، هر سعی و تلاشی که کردی عوضش جنت است. همین است. هر چیزی رو که پروردگار مجبوری دادگی هست، از طرف دیگر امکانیتت داده است تا اینکه چیز جنت رو از خود کنی. و همه حالتهای وزنینی، تمام وزنینی های زندگی از دو حالت بیرون نیست. یکی از مصیبت های هست که تحملش میکنید، با سعی و تلاش نمیشود. پدر است، عزیز است، مهربان است، میرود، تمام. اون برگردانیده نمیشود. در اینجا صبر، الحمدلله، هزار بار صبر، هزار بار شکر. یا اینکه وزنینی زندگی با سعی و تلاش باید که بنده مومن هیچ وقت باید آرام نشیند، سرخم نکند با وزنینی های زندگی، با دشواری های زندگی، با فتنه های این اخیر زمان. باید سرخ تسلیم نشوید. تا لحظه ای که جان در بدن است باید که مسلمان تلاش کند تا اینکه مشکلی ها، حالا گروه های افراطی و بدخواه ها و اون ابرقدرت های بدخواهی که میخواهند یک نقطه رو ناآرام کنند و بعد تجارت به دست بیارند و منفعت به دست بیارند، از همه تمام ناآرامی های کشور این برای قواهای بدخواه تجارت است که منفعت زیاد به دست میارند. نه در تجارت مواد مخدر، نه در تجارت سلاح، نه در دیگر نفت و دیگر تجارت ها این گونه فایده هنگفت به دست نمیآید مگر جنگ. از جنگ ها چقدر فایده و منفعت میبرند. دعا کنیم پروردگار کشور ما و شما
و تمام مسلمانان را و خصوصا اون مظلومان را پروردگار در حفظ و حمایه و پناه خودش نگه بدارد. پروردگار بین امت اسلامی اخوت و برادری و دوستی و محبت و یکدیگر فهمی و یکدیگر قدرکنی نصیب روزی بگردان. پروردگار امت اسلامی را از تمام آفت و ضرر و خطر در پناه عصمت خودت نگه بدار. پروردگار کشور ما را همیشه آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده از همه جهت، از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگار همه این حاضرین دست امید به سوی خودت برداشتند و هر یکی امیدها و آرزوها و نیتهای نیکی دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار اینجا یک نفری ختم قرآن کرده است، اجر و پاداش خیر و برکت این ختم قرآن را به روح پاک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برسان. در روز سعید جمعه شفاعتش را نصیب روزی همه ما و گذشتگان و آیندگان ما و خصوصا ختم کرده نصیب روزی بگردان. پروردگار پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. پروردگار همه اونهایی که برای پیشرفت کار مسجد و خصوصا این مسجد و مرکز که خیلی با استوها مهنت و زحمت کشیده ایستادند و سرمایه گذارا و مبلغ گذاری کرده ایستادند، همگی را پروردگار عزیز دنیا و آخرت بگردان. عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزیشان بگردان. همه اونهایی که برای آبادی خانه سعی و تلاش میکنند، پروردگار آخرتشان را آباد، قصرهای در جنت برایشان نصیب روزی بگردان برحمتک یا ارحم الراحمین.